خانم بفرمایید. خانم بفرمایید. سرباز. سلام. خوبی؟ چی شده؟ نیستم. هیچی. حالا بعدم واسه میگم. چیز خاصی نیستش. چرا اینجا؟ یعنی چی چیزی نیست؟ نیستش. یه چیزی نیست. بعدم واسه تعریف میکنم. غذا میخورم حالا نیزم. میخوای سند از بابا بگیرم؟ به اونجا نمیکشه. کثافت، نامرد شال، توف تو صورتت بیاد. تو دختر منو بدبخت کردی، آبرو دختر منو بردی. باید پاشی بیای خواستگاریش. از سرت هم زیاد. مادر خودتو کنترل کن. جای دعوا نیست. فهمی؟ مرد هر غلطی دلش بخواد میتونه بکنه. هر گوی دلش بخواد میتونه بخوره. هیچ کی چی بهش نمیگه. ولی دختر اینجوری نیست. فهمیدی؟ خانم اتفاق مهمی نیفتاده. اتفاق مهمی نیفتاده. ها؟ گوش بده. آقا لطف کن برو. کجا میری؟ کلانتر یا پلیسی؟ هر دوتاش. اینجا چه کار داری؟ دستت بنداز.
نه من 2-3 ساعت تو خیابون علافم. تو نباید یه زنگ بزنی، نباید بیای دنبالم. من شرکت مهدی نمیام. من شرکت مهدی نمیام. نگو نزدیک میدون مار. همونجا منتظر بمون تا من بهت زنگ میزنم. باشه هر وقت جور شد من بهت زنگ میزنم. بلا فاصله بهت زنگ میزنم. خداحافظ. اینجا هیچ خبری نیست. من بدبخت نشستم صبح تا شب پای اون کامپیوتر دارم کار میکنم. نمیخواد بیاری. من گفتم بیا. صداتو میاری پایین. نه آبرو دارم اینجا. شرکت امیر مناظری فیلم مهندس. من بهت میگم پایین باز بذار. من میگم صداتو میاری پایین. واسم آبگوشت ماهیچه آورده تقویت بشم. چی شده بود؟ هیچی بابا. اینا کار احسانه. تو مگه کار عروسی میکنی؟ جان من اگه میخوای اعصابم به هم نریزه شاکی نشم یا بحث عوض کن راجع به چی دیگه صحبت کن. 2-3 ماه یه بار پا میشی میای یزد مستقیما میری این کبیر خرانقه. کجا میری؟ دنبال قرتی بازیات. چی بشه یه کاری هم با ما داشته باشی بیا یه سری بهمون بزنی. حالا میخوای از همه چی هم سر در بیاری. من این بار کار داشتم اومدم اینجا. موسم ما رو شکستی. والا مطمئن نیستم نداشته باشی. همین که پا شدی اومدید همه این نگرانیاتو ریختی رو سر ما. همین بسمه دیگه. نه اینکه خودم کم دارم. میدونی رضایی پشت تلفن منو نمیشناخت؟ یکی واسطه کرده بود باهاش حرف بزنم. همچی که پول ریختم به حسابش شناخت. مادر قهوه 3 سال با هم توی نیمکت میشستیم. اون وقت رو یادش نبود ها؟ 2 سال. سال سوم تو رفتی نیمکت عقبیه کنار رسولی. یادتی که واسه چی؟ به خاطر اخلاق گوه تو چون مزخرف میگی. آهان به خاطر اخلاق گوه من به خاطر رسولی نبود نه؟ همش دستت کو بابا خب اون به جای خود. آخه اون موقع همه این کارو میکردن دیگه. اصلا یه جورایی تو اون سن طبیعیه. من فکر میکنم اون موقع اصلا کسی فکر رابطه با دختر رو نمیکرد. الان بچهای الان دیگه اینجوری نیستن ها. باور میکنی خود من همیشه فکر میکردم دخترها واسه اینن. الو سلام خوبی؟ آره همین الان زنگ زد. داره سعی میکنه جور کنه دیگه. میدونم دیر شده ببخش دیگه مشکل پیش اومد. بهت گفتم که خب میگی چی کار کنم؟ من که بهت گفتم پاشو بیا اینجا خودت نیومدی. ای بابا ببین من به محض اینکه جور بشه بهت زنگ میزنم. من خودم هم اینجا منتظرم. بله حق با شماست میدونم. اصلا پاشو برو دانشگاه همونجا منتظر بمون تا من بهت زنگ بزنم. بی خودم تو خیابون نچرخ. آفرین خداحافظ. مهدی دستشویی کجاست؟ این پایین پلا بوش میاد. چقدر طول دادی؟ چیکار میکردی؟ رضایی زنگ زده میگه جاجور نشده. میخوام یه سوالی ازت بپرسم. بیرو درواسی به گواره یا نه؟ میشه اینجا؟ اینجا چی؟
چیو زهر مار صبح تا حالا می‌خواستم چه غلطی کنم؟ حالا میپرسی لیلی زنه یا مرد؟ اینجا دیوونه شدی تو؟ کجای اینجا؟ انقدر جا با این وضعیتش، این پنجره ها، چی داری میگی تو؟ اینجا نه، اینو که خودم میدونم، اون پایین. اتاق احسان؟ یعنی اصلا حرفش هم نزنم، همین الان از فکرت بیرونش کن. هر لحظه ممکنه پاشه بیاد. تو فکر میکنی چرا نصف اجاره اینجا رو میده با من شریک شده؟ یه مکان داشته باشه راحت هفته یکی دو بار طرفشو بیاره ببره راحت. یه مش کتابم ریخته اون تو، مثلا دارن درس میخونن، خودش میگه ما اینجا درس میخونیم هیچ کاری نمیکنیم. فکر میکنه مثلا ما از پشت کوه اومدیم. نه اصلا تو بگو درس خوندن اونم با در بسته. تو یه زنگ بهش بزن ببین میاد یا نه. بهش زنگ بزنم اینجوری بیشتر شک میکنه عزیزم. یه مارمولکیه این بشر. ازش بپرسم میای یا نه میگه خب چی کار داری؟ اون وقت اگه قرارم باشه نیاد پا میشه میاد. تو بهش یه زنگی بزن رفیقشی دیگه. اصلا فکرش هم نکن. نمیخوای بهش زنگ بزنی؟ نه بذار اومد یه فکری میکنم، بهش زنگ نمیزنم. خیلی حساسه، اصلا دوست نداره کسی بیاد تو اتاقش. این خودکار رو میبینی؟ نکن آقا، نکن. اینو میدونه چجوری گذاشته. برداری باهاش یه چیزی بنویسی میگه تو اتاق من چیکار داشتی. نه احسانه چند سالشه؟ دانشجوه، نمیدونم 23-4 سال. چرا؟ هیچ. خوشبخته. حسودی میشه بهش. خب حالا چیکار کنم؟ زنگ بهش بزنم یا نه؟ بزن دیگه درک. الان کجایی؟ آهان دیدمت. کسی نیست بدو بیا. کسی دیگه ندیدت؟ اینجا شرکت مهدیه؟ آره. نمیخوام منو ببینه. خیلی خوب باش. بیا. بیا تو. برو. بیا تو. بش. خیلی میترسم. الهام نگران نباش. گفتم بهت که چیز خاصی نیست. خودت میدونی من همه تلاشمو کردم. یکم به من اعتماد کن باشه؟ یه چند لحظه اینجا صبر کن، من الان برمیگردم. مهدی با الهام داشتیم می اومدیم تو یه زنه ما رو دید. اشکال که نداره. سر همین کوچه. همین دیاره؟ لعنتی.
به رضایی زنگ بزنم؟ امیر فکر نمی‌کنم دیگه اینجا کار درستی باشه. واسه این زنه میگی؟ فقط آشغالشو گذاشت سر کوچه. بد نگاتون کرد یا معمولی بود؟ چجوری بود؟ چی کار کنم؟ زنگ بزنم یا نه؟ رضایی چطوری؟ چی شد؟ جور نشد نه؟ این همکارت تو زرد از آب در اومد دیگه. بله خیلی خوب، پاشو بیا شرکت مهدی. آره همین الان بهت سلام میرسونه. آدرس اینجا بگو بیا 6 بادگیری. گوشی یه لحظه خودت بهش بگو. الو سلام آقای رضایی، چطوری؟ خوبی؟ اینجا رو میشه دستکاری کرد؟ فقط باید همه چی برگردیم حالت اول. من مهدی هم دیگه بابا. حالا میای میبینی. ببین گوش کن، 6 بادگیریو که بلدی خب؟ بپرس که این میرسه حتما. میای همون اولین کوچه دست چپ. گفت تا یه نیم ساعت دیگه میام. میگم من مهدی هم. میگه کدوم مهدی؟ همون که عینکی بود لاغر بود ته کلاس. بابا این دیگه چه مادره. مهدی صدات زدم بی پایین. باشه. اگه نمیخوای مهدی ببینت یه لحظه بیا برو تو دستشویی. اون که اومد پایین تو برو بالا. بیا. اینجاست. اتاق مهدی این بالاست. مهدی بیا پایین. اگه میخوای کسی واقعا به دست بیاری، تنها ترفندی که میتونی بزنی که دیگه نخوای. این نخواستنم باید واقعی باشه. بیا. خب ورش دار دیگه چرا میکشی؟ عکس گرفتی که. تو کارتو بکن، قور نزن. بیا اینو بر. نه آخریش تموم شد دیگه. آره. به به آقای رضایی. شاکرم امیر خان. حالت چطوره؟ سلام آقا. خوبی؟ سلام. تو اصلا عوض نشدی یا؟ مرد حسابی حالا دیگه پشت تلفن ما رو نمیشناسی ها؟ یکی رو واسطه کرده بودی باید حرف بزنم. به جان تو من تو رو با اون آبدی نیمکت آخر بود کلاس دوم با اون اشتباه گرفتم. مرد حسابی من تو 3 سال تو یه نیمکت بودیم. برو تو. گوشی رو گذاشتم تازه تو رو یادم. من حتی خط تو رو یادمه. یاد چجوری می‌نوشتی؟ فرید رضایی اینجوری کشیده می‌نوشتی. حالا ولی تو منو یادت نمیاد. آقا بفرمایید. اومده؟ آره. ببین سلام. کی اومده؟ قربونت خوبی؟ خبر؟ قربونت برم. کجا چقدر؟ میریزه دیگه روزگاره دیگه. احمدی بیاته؟ احمدی؟ بچه تو کی موقع آدم بشی؟ آها همون که سر کلاس گریه میکرد. تو خود دیگه دیرت شده. بچه ها انگوشتش میکردن. تو هم که اذیتش میکردی که کجله. حالا همه چی یادت اومد ها؟ مسئله پول که حل شد همه چی یادت اومد. تو خودی راستی دیرت شده. بابا تو نمیخواد واسه ما لحجه یزدی بگیر به خودت. تو هم موقع هم نمیتونستی صحبت کنی. امیر این زنه دیگه تو کوچه نبود؟ نه نگران نباش.
آقای اس به شما هم رسید؟ کدوم SMS؟ هفته پیش اس زده بودن که بچه‌ها هم دوره‌ایمون جمع کنن دورم. آره به منم رسید. من نرفتم، تهران گرفتار بودم. من که اصلا وقت نکردم. اصلا هیچی از دست ندادیم قربون. من رفتم دیگه، خیلی آماده بودن. هر من واسه خودشون یه کسی شده بودن، الا من. آدم زایه‌شون من بودم. بهت میگم اینجا درس میخونه. ملافه نمیخواد؟ نه ملافه رو خودم درستش میکنم. فقط سر میزو یه ذره کج کنیم که یه ذره نور بیشتر بیاد اینجا. نمیخواد واسه نور. آره دیگه. وایس. بیا. اینم نور. امیر هر چی فکر میکنم نمیفهمم آدمی مثل تو چه جوری میتونه همچین اشتباه احمقانه بکنه. واقعا چی شد امیر؟ سر کلاس معلم شیمیه بود، اسمش اسداللهی. حالا هر کی آقا ما رو انداختش از کلاس بیرون. از ترس این بابا نهد ما رو تو راه رو ببینه تا خود زنگ تفریح رفتیم تو دستشویی. بوی گند خفه شدیم اونجا. بیا میکشی؟ نه بابام کوکوپرش ریخته. ای بابا. وسایل آوردی یا نه؟ آره. نه همش هست؟ آره. گاز سیلی هم گرفتی؟ گاز نه. فقط همین؟ تو گفتی 3 تا، من 4 تا گرفتم. آقا 3 تا بسته 10 تایی. با اینا کارت راه نمیفته؟ نه بابا من اینو چیکارش کنم؟ ببین به این دوستت بگو سر شاره یه دونه داروخونه هست، بره اونجا بگیره. یاسر بله آقا. یه لحظه بیا. چشم آقا. برو سر 4 راه 3-4 تا بسته گاز استریل بگیر. زودم برگرد. چشم آقا. پول داری؟ بله آقا دارم. برو. ازای اینو برای چی با خودت آوردی؟ بردستم این. بابا الهام خودش همینجوری هم معذبه، دوست نداره کسی ببینتش. من خودم کمکت میکنم. اما کار تو نیست آخه. حالا کجا هست؟ بالاست تو اتاق مهتیه. دستم کجا بشونم؟ دستشویی؟ نه بابا بیا همین آشپزخونه در اولیه. همینجا. باشه. اوه 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 اوه. اینجا چقدر کثیفه. او یه جوری مرتب کنم این کیفمو بذارم. فقط دستامم بشورم. کدام بگی؟ چه خبر؟ تو چیکارا میکنی؟ کجایی؟ تهرانی؟ با در هواگاهی تهران گاهی هست. پس ازدواج نکردی؟ مگه تو کردی؟ من قیافه میخوره؟ خیافت میخوره که چی؟ که خر باشی؟ یعنی مهدی خره؟ امیر جان این پنبه رو میتونی واسه من باز کنی؟ دست در نکنه. تو برنامه چی امیر؟ هیچی، من دارم کارامو میکنم. تو چند ماه دیگه بیشتر نیستم. تو چی؟ درآمدت خوبه؟ من که اگه این کارا رو نکنم اصلا اجاره خونم هم نمیتونم بدم. جدی؟ والا. پس تو داری میری؟ آره دیگه، تقریبا کاراش تمومه. ما 10-12 سالی هست هم دیگر ندیدیم. آخرین بار که دیدمت تو تلویزیون بود. فکر کنم داشتی از المپیاد نجوم بود چی بود برمیگشتی. آره